یک نکته درباره حج بگویم و یک نکته درباره عمره بگویم. حج سال یک بار است، عمره همیشه میتوانید بروید. سوال کردن بهترین عمره چه وقتیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن عمرة فی رمضان، عمره در رمضان معادل حج است. یک نکته درباره مسجد الحرام و مسجد النبی، اونهایی که دنبال ثوابند در ماه مبارک رمضان. عمره در رمضان ثواب حج دارد. خرج عمره چقدر است؟ برای ما که سوغاتی ما آب زمزم و خرماست، نه چیز دیگر ها، 600,000 تومان. اگر سوغاتی چیز دیگر باشد، نه آب زمزم و خرمای عجوای مدینه، اون بحث جداگانه است. سوغاتی مدینه خرمای عجوا و سوغاتی مکه آب زمزم. ثواب عمره معادل حج است. این ثواب عمره. هر کسی در رمضان با 600,000 تومان عمره برود ثواب حج میگیرد. دیگه چی میگیرد؟ اگر 20 روز در رمضان در مکه و مدینه باشد، 10 روز در مدینه، 50 تا نماز فرض در مدینه میخواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده هر نماز فرضی در غیر از رمضان در مسجد النبی معادل 1000 نماز فرض است. در رمضان 70 برابر میشه. یعنی 10 روز 50 تا نماز بخونید، ببخشید 5 تا نماز بخونید در مسجد النبی در ماه رمضان، چیز حدود 3,500,000 حسنه داره فقط نماز خوندن. 10 روز بعدی میری مکه، 10 روز در مکه بمانید در رمضان، 10 تا 5 تا نماز فرض در مسجد الحرام بخوانید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده در غیر رمضان هر نماز فرضی در مسجد الحرام 100,000 نماز ثواب دارد. 100,000 در رمضان، 100,000 ضرب در 70 بکن چقدر میشه؟ 350 میلیون حسنه. این فقط ثواب نماز هاست. یعنی 50 تا نماز فرض در 10 روز رمضان در مکه بخوانید، ثوابش 350 میلیون حسنه. تو چقدر دادید؟ 600,000 تومان. 600,000 تومان دادید فقط ثواب نماز مال مسجد الحرام، نماز فرض، نه نفله، نه طوافه، نه نگاه به کعبه، نه خیراته، نه ثواب عمره که حج است. دیگه خدا چطوری بدهد؟ 500,000 تومان، 350 میلیون تومان. غیر از مدینه. اینها ثواب است یا نیست؟ اینها کجاست؟ تو ماه مبارک رمضان است. ما خواهان ثواب هستیم یا نیستیم؟ من جواب نمیخواهم، به خودت جواب بده. هر کسی جوابشو به خودش بده. هر کسی تو گور خودش میخوابد. اما صحابه از دست ندادن. اینها همش برکت رمضان است.